مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. سلام و درود بیننده های عزیز. امروز جمع تبریکاتی شهنان در طرفخانه فریدوس برای تبریک کردن جشن زادروزی مادر عزیز شرافت خلا آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان عزیزشان برگزار میکنیم. البته سرتیفیکات داریم و عمره و زیارت کعبه الله و برای مادر سخنهای نیک داریم. همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان رفتیم. مناظر می‌خواهیم با تکنیک نوسازی. من امروز جشن زادروزی مادر مهربان، ارزنده دلها، فرشته خاندان شرافت خلا بوده است. البته برایشان چقدر قرصک زنیم دستمان در نمی‌کرد است گفتن. برهمن شرافت خلا را پیشان تکلیف می‌کردیم. برهمن همراهی دختران و پریدپاشاها برهمن نزدیکتر می‌ایستیم. زادروزیشان مبارک باشد. برهمن با دینامیکی و خبر امیدواری زدنایی دورمیرویتی هم ماتا نزدیکتر می‌ایستیم. شرافت خلا زادروز مبارک. روز تولد را مبارکباد می‌گیریم. بله شما این طرف بایستم. شرافت خلا زادروز مبارک. تولد مبارک باشد. این سری خیلی جوان گشتن در چی باشد؟
برای من در نزدیکی زادروزی خواهرتان بودم گفتم که نو 42 ساله یا 43 ساله این کس باشد نو پیرو ما دیدیم یک سورپریز رو بالای تارت با جشن زادروزیشون گفتم براستی من گفتم خطا کرده باشن 71 مانده من گفتم چپا ماندم 17 ساله کردم سرم و ارزدمین افه یاشون شوان گردن شوان البته انسان های اصیل خاکسار صمیمی و آن نفرانی که در روی خود نوری خدا را دارد مادران مهربان امروز شرافت خدا شما را از نام فرزندان عزیزتان از نام شریفکه کریم پاشا مدینایتی از نام زفرکه امیدایتی از نام دو دختر نازنین زرینایتی و گلبرایتی تبریک میگویم فرزندان میگویند خدا رحمت کند پدر عزیزم عمر بابا را همراه مادرم چند سالها مهنت کردم یگان مراتب نشنیدم سخن هلاک شدم بچه گفته که سخنشان را نشنیدم تا دمی پیری تا نفقه برآمدن تا حال همون خاندانمون به حولی به کار کرده مهنت کرده میگردن خدایشان با شکر تا دنیا باشد و هیچ وقت در غم زندگی را نبینند در سر ما فرزندان دل بهشتی خاندان ما شده گردند امروز برای مادر من فرشته خاندان من رساند که باز از دل شعر میگویم برای مادرم از صداقت میکنم جان را فدای مادرم مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام مینهم با شادمانی سر به پای مادرم خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم حاضر شرافت خاله فرزندان که یک تا صحبت کردیم سخنهایی که دلشان با هست همه شرم دارد پیش میکروفون با گپ زدن با برای مادر من رساند که ما یاد کردیم آن لحظه ها را که همین جشن زادروزی مادرم پیش 25 می بود ما یک جای همه خواهران برادران خدا رحمتی پدرم می نشستیم خیش و تباران نزدیکان همه جمع میماندن در خاندان ما جشن می گرفتیم همه سیر و پوری بود دوره های کودکی یاد کردیم اگر امکانش می بود تمام مال دنیا را پیش پای مادرم و می گذاشتم یاد کردم حضور میپرسم که روز یا ساعت از حال و احوالشان خبر نگرفته باشم و گوید که دوست میدارم شدم زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادرم هست بالای سرم ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم برای مادر چقدر سخن گویم کم است اینقدر شاعر و فاضلان برای مادران شعر و غزل ها نوشتند که آنها کم است به افتخار مادر مادر برای یک فرزند را به پای رساندن تمام هستی خود را جوانی خود را فدا می‌کرده است با بین هر دو دنیا با ایستاده اینقدر با عذاب ما فرزندان را به دنیا می‌آورده است این بزرگترین شخصیت مادر است البته خدا کند و زیارت کعبه الله نصیب کند برای شما با چنین نیت‌های نیک و صمیمی برای شما البته کتاب قرآن داریم پیشکش میکنیم زادروزتان مبارک باشد مرحمت کتاب را پیشکش میکنیم مرحمت برای مادر که خودشان گل ثبت خاندان هستند مادر زن که اولین بار خداوند کریم آفرید بعد از مانند شما زنها گل زیبای دنیا را آفرید بعد از شمایان برای همین از همه زیباترین زن این مادران ما هستند چقدر تحفه بیاریم برایشان کم است برای مادر مهربان برای امروز صاحب جشن ما شرافت خاله گلدسته زیبا داریم یک قرصک می‌ذاریم تقدیم میکنیم مبارک باشد در نزدیکی شرافت خاله کلینی کلانی به فکرم مدینایتی کدام هستم مدینایتی چند لحظه پیش زادروز داشته زادروزتان مبارک باشد در این خیل روزی مبارک در این خیل روزی خورسندی از نام خواهرانتان از نام زرینایتی گل برایتی شما را تبریک میگویم
گفتم که برای کلیم پاشای ما، برای ینگجان عزیز ما یک تا آرزو داریم، همراهی اکامون، همراهی برادرمان خوشبخت زندگی کنند. ایزی قدم پدر مادر ما را زیر کرده چنان خوشبخت باشند که یک عائله های نمونوی باشند. خدایشان با شکر همیشه در خدمت مادرجان ما هستند. زادروزشان مبارک باشد. البته باز یک گلدسته داریم برای شما، مرحمت تقدیم میکنیم، قبول کنید. شرافت خدا به نزدیکی خواهرتان را تبریک کردیم. نامشان از خاطرم برآمد. مرحبا خاله. مرحبا خاله. شب به من زنگ زدن گفتن که حسین جان من زیارتی کعبةالله رفتم و یک خودم خیلی که ناراحت خودم حس میکنم. میخواستم قوت دل من، خواهر نازنین من همراهم باشد و از نام فرزندانشان البته سرتیفیکات با کعبةالله و عمره یک قرصک میزنیم تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. این همه آن مهنت ها، آن لحظه هایی که شب و روز خواب نکرده در سر فرزندان نشسته دعا کرده، انا همان لحظه هاست. در اینجا دستمانده طلا داریم، برای مادر عزیز میسپاریم. دستمانده طلا را مرحمت قبول کنید از نام فرزندان. مرحمت.
سفید خدا اکنون یک پارتا بدهیم بایل اشونی گذاره دیونا شما نزدیکتر مرحمت کارخانه نزدیکتر میبریم شماش به اعتبار میتیم حقیقتا هم عبدالسلام موقع باشد اگر یک تا خرسن بزنیم مرحمت کارخانه نزدیکتر میبریم تسته زاد روز مبارک باشد خیلی شما شب کنیم خیلی شرفت خودم شما شب کنیم Assalamu alaikum. Mehmonoy aziz. Helinako, muhtarako. Shomade to nura ki dida toja ke saram. Imroz jamomati mohon mane muke sharafat saat badarot. Zodroz yashdas imroz. Umri dodagi khuda binat. Sog salomat gardad. Tani sahat o khotiri jam. नेवारे कोशा खालों कुनात, थोड़ी कुनात, पीरी बदावला तो बाहर माचरा, मनाम खेर रज़ा कोई हर रज़ ताशीर कुनात मोश्ता, खुर्दा गाड़ी, हम में को तो खुशों दे तो नूरा की दिदा तोजा के सराम, ज़नी शरीफ चुनाव कश्या पिरशाद, दोनी कुनात उसी कुनात बख्ती दावला दियोर शाद, बच्चे कोश में खेलिम बियोरात, मोंदा पीरी बदावला तो बाहर माचरा شما دیتون همه کتون نورا کی دیده توجه کی سرام شما دیتون ای رحمان اویتی جون سات سولا شوه سات باهورا بیده لویم ایوارا چیواره بیده بزرگی کی بچه کوی بیده جبا نیستم نکترم دیکی سات سولا شوه شکر برداری دولت به این برگو و حق اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ای بار خدای پرهیمایت پاکیزه کریم بینهایت من با تو سپاریدم همین جماعت تو زود رسون ساق و سلامت همین گشتگی که همین چی نیاد دل کتون باشد نیاد تو تلکا کتون رسوند همین یاشکا خویشه قریمیش کند پیری بدولت شد نصیر فرزند شد الهی مرستور زکاشم بسیار شود از خدای تعالی پرسم اون را کوی روشکای دراز کن اکن تگیم بچه که ماشینه کشون شماری نیکی پروردگار گذارد الهی آمین این همین جماعه با اومدیم هم نکوما اوکی کما تبریک کنی الهی ساعت بهاره ببین این زیاده با ساعت بهاره بین کجا سری بچه کار با کویشه قریمیش کن پیری بدولت شد حضور بچه دخترکوتا پسرکوتا بانی نیورکای کلام کیسی من برای نیورای و ایورای همین نیورکای سالتا کوی نیورای بان ایورای بان ساخ سلامت گرد همین نیورکای کلام کیسی حضور حلاوت شدیم کجا لین ساخ سلامت گرد همین جا اندگی مهمانکا خوش آمده تو نوری دیده تاجی سری همه خاندان زفر جان خوش کریمش کن و میده کتی الهیم مدینه وای کتی شریف جان خوش کریمش کن داری نیکمم الهیم خجاینت که خوش پیر شد پیری بدوله شد حوله کوی نو دیور حوله کوی نود با هم میکمه همین جمعه جیغ زده مهرک کوی کلام کتی یک کنجا که درس خوند با دوگوی شوشیه بلمیله معروف هم که خوش پیر شد پیری بدوله شد دخترش برارد کلیم بیارد هم میکرد چی نیاد طلب دورتون های بچه کوی خدمت کای ساگیمم مهم برین پیری بدولت ایورتوی نیورتوی ساله کوی ایورای بندتون مهم برین هم میکرد شما دیتون نوری دیده تاجی سری هم
همین دعوای و خوش آمدتون سر با درو دیلویم سر سولا شده سر بهور بینا دوزیلی نیوره های بینا سراتی همش پشه پیش دیلویم بیری با دولت شده خدای مهربان امورا با رفته زیارتکوی کده مراتکوش حاصل شود خدای مهربان کرمش بند خدا خرسان دیلویم هم موتان همین خیل جارزه کنی نقصد انم خیل رزا شود در دروازهاتون فقط رزا کنی یک بخشه شد شما دیتان مهمانکوی عزیز خشکوی مهربان امروز مادری عزیزم و توازده شونگتی تبریک میکنم این بیه کم داده کم کتی دیاشونا مهنت کش چی عذابا با مونا کلون کده همه موی چون فرزند خانونده جا با جا کدم این روزکو برسیدم به آسانده نرسته است بی جانم موندگی عمرتون فقط همه خیر روزی که هم دیتون همه خیر گذاره گلا نیوروی کلون کده چی عذابا حضور حلوتش بینه توی تماشا نیوره ایوره چه وره دارشه همین زیارت که رفتگیتون به خطر شده صح سلامت بید بو همین خیر خشکوی تیم کده هم مامو دیدار کنید رحمت شما دیتون مهربانو تاجی سر میبر دوله مهمانکوی بی جانم بی جان 100 ساله شوید اروار که در یکم خیلی کنم اوندگی تو لویم زیاده شود فقط خوش پرسم دیبا کردیم که نکم بایم اکی کم کتی خوش پیر شود بیه کم دود کمی گردم دود کردم مون اوندگوم همه تشکیش خودش کتی من هزار بو روزی عبدو تکنمو که بیه ما هفقات کرد بچه بشنویده مونده الهیم پیر با دولت شیطان هم موتون حضوری بچه کشون ببینم هم خیر روزکو با خدا هم مومای رسونم خوش آمدیتون نوری دیده تو دیسه خوش آمدیتون مهمانکوی عزیز درگاهی مهم با نوری دیده تو دیسرمو من امروز بیمگام از آدروزشان بیمگام الهیم 100 ساله شما سری هم مومو به سخ سلامت کردم دعاگوی نیوروشان شده کردم با دقتتان تشکر ینگملومن ملاکم که خوش پیر و بدولت شده حضوری بچه هاشون بینم کلیم بیارم بچه کشم نیوروشان مل شود با دقتتان تشکر رحمت صاحب جشن که چند روز پیش زادروز داشتن باز یکنون باید مادرجان تبریک بگم مرحمت رحمت سلامت باشید خوش آمدید مهمانای عزیز به درگاه بهار بی جانم پیری به دولت شوند این با صد بهاره بینم و باور سرانبخ شکر فرش دست و سلامتکر گردن و دیگر موندگی عمرشون بیه به خوشکتیت و سرکون با سخ سلامت گردن ینگمونم اکیم که قش پیری به دولت شوند بچه کشون حضورشون بینن نیوروشون مل شود یکم هم اپشتی همینکا حضور حلوت در نیوروشون مل شده قد قطعمون گردن تا دنیا باشد قطعمون باشد شما دیتا مهمان کن از یک جای همه رقص رو تکلیف میکنیم بزمی زنانه بوده است شرمداریش نیست میرقصیم خورسندی میکنیم زادروز مبارک باشد
بیننده های عزیز، امروز ما در طرفخانه فردوس مهمان شدیم. مادر عزیز شرافت خاله را در جشن زادروز میلاد عمرشان تبریک کرده همراهی خود شکوه و شهامت را آوردیم، گذاشتیم. آن تحفه های بهترین را پیشکش مادر عزیز کردیم و از همه آن چیزی که آن تحفه که هر پدر مادر، هر شخصیت، هر نفر مسلمان آرزو میکنه زیارت خانه خدا را، البته با امر تقدیر سرتیفیکات و عمره را پیشکش کردیم، تحفه کردیم. خلاص با ما باشد، با شبکه شهنان ما برای شما خرسندی میبخشیم. شما باشد همیشه با ما باشد.